من سرباز خطاری سمیزاده عبدالله پس از ختم دانشگاه به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان پیوست شده. طول 6 ماه می شود که در قسم حربی 6593 سرایاستی اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان ادای خدمت نموده ایستادم. طول این قدر وقت قید کردیم که با دستگیری سرفرمانده‌ی عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش امام علی رحمان شرط و شرایط خدمتچیان حربی به درجه عالی آمده رسیده است. از جوانان خواهش میکنم که به خلق وطن آمده خدمت را با شرفانه کنند، زیرا خدمت به خلق وطن این شرف است. کشور همه یک مرز و بر و بوم و فضایش، توأم و وطن ثروتی تقسیم نداره، ما سرز گریبان بیقراره.